بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمان‌های ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا می‌شوید با بیماری‌ها و درمان آنها. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو مهر. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه صدای سلامت. من محمد حکیم هستم، مجری برنامه رادیو مهر و محقق طب نیاگان. شنوندگان عزیز، در این برنامه می خواهیم کمی در رابطه با عفونت‌های پوستی صحبت کنیم. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که اکثر بیماری‌های پوستی ریشه‌اش جگر است. اگر ما بخواهیم بیماری‌های پوستی را از ریشه برطرف کنیم، باید از جگر شروع به درمان کنیم. اگر جگر شما مشکل داشته باشد یا بیمار باشد، علائم خود را از راه ظاهر شدن در پوست نشان می‌دهد. و همینطور در برنامه گذشته برای درمان جگر نسخه سیرکنگبین و چیننگبین را به شما عزیزان یادآور شدیم. ما در این برنامه برای شما نسخه دیگری برای مشکلات پوستی آورده ایم. روغن مالی یکی از مؤثرترین روش ها در درمان است. روغن مالی روشی است که در اکثر بیماری ها استفاده می شود. در بیماری های پوستی ما نیاز به دو نوع روغن داریم. روغن سیاه دانه یا همون 3 دانه و روغن بادام تلخ. این دو روغن را به نسبت مساوی با هم مخلوط کنید و روزی 3 مرتبه بر روی پیسی، برس و یا زخم و عفونت ها بمالید و ماساژ بدهید تا 40 روز. البته عزیزانی که پیسی دارند صبر و حوصله کرده و مدت زمان بیشتری از نسخه ها استفاده کنند. برای کسانی که پیسی و برس دارند، درمانشان 3 تا 6 ماه به طول می انجامد تا لکه ها کاملا از بین برود. دوستان توجه داشته باشید که روغن مالی به تنهایی مؤثر نیست. بیماران هم باید پرهیز داشته باشند و هم نسخه هایی را که در برنامه گذشته گفته شده بود انجام بدهند تا انشالله شفای کامل بگیرند. نسخه های دیگری هست که در برنامه بعد خواهم گفت. شنوندگانی عزیز، سوالات و پیشنهادهای خود را که در رابطه با بیماری یا طب نیاگان است به شماره واتساپ +49 177 390 99 94 ارسال کنید. سوالات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمند است و حتما به آن پاسخ خواهیم داد. شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های آینده در رابطه با بیماری‌ها و راه‌های درمان ساده آن صحبت می‌کنیم. دوستان فارسی زبان، لطفاً برنامه ما را دنبال کنید. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم را برده باشید.
تا برنامه بعد برای شما شنوندگان رادیو مهر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.